2 دهه تلاش برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری او را رکورددار نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران کرده است. حالا او با 4 بار نامزدی حتی از محسن رضایی که به پای ثابت همه ادوار انتخابات در ایران معروف شده پیش افتاده و رکورد او را شکسته است. این ویدیو داستان زندگی محمد باقر قالیباف است، مرد آرزوهای برآورده نشده، سیاستمداری که از 44 سالگی تا کنون سودای ریاست جمهوری از سرش بیرون نرفته. از روزی که لباسهای شیک و اتو کشیده می پوشید و با لباس خلبانی پوستر انتخاباتی چاپ می کرد تا امروز که لباسهای خاکی و ساده می پوشد و خود را مدیری ساده زیست و جهادی معرفی می کند، 20 سال گذشته است. روزگاری قرار بود رضاخان حزب اللهی باشد و با اقتدار دولت را اداره کند، اما اکنون حتی طرفداران دیروزش نیز از او روگردان شده‌اند. رسوایی‌های پی در پی از افشای املاک نجومی و فساد مالی قائم مقامش در شهرداری تهران گرفته تا خرید سیسمونی دخترش از ترکیه و تلاش پرهزینه پسرش برای مهاجرت به کانادا جایگاه او را در میان طرفداران اصولگرایش تضعیف کرده، اما هیچ یک از اینها باعث نشده جایگاه او در سطوح بالای قدرت از دست برود. بسیاری در حاکمیت معتقدند قالیباف اگرچه هویت سیاسی مشخص و روشنی ندارد و در 2 دهه گذشته بارها از لباسی به لباس دیگر درآمده، اما مدیر اجرایی توانمند و قابل اعتمادی است. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا داستان زندگی مردی را برایتان روایت کنیم که در سخت در این روزهای زندگی سیاسیش احتمالاً بیشترین شانس پیروزی در انتخابات دارد. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. محمد باقر قالیباف در سال 1340 در شهر ترقبه در اطراف مشهد به دنیا آمد. پدرش اصالتاً کرد زبان و مغازه‌دار بود. باقر در مشهد به مدرسه رفت و دیپلم گرفت. همزمان با پیروزی انقلاب قالیباف فعالیت خود را در بسیج آغاز کرد و با شروع ناآرامی‌های کردستان به آن شهر و سپس با آغاز جنگ ایران و عراق به جبهه‌های جنوب رفت و در اوایل جنگ به عضویت سپاه پاسداران درآمد. قالیباف در سال 1361 فرمانده تیپ امام رضا شد و 1 سال بعد در سال 1362 در حالی که تنها 22 سال داشت به فرماندهی لشکر تازه تأسیس نصر رسید که از چند تیپ رزمی خراسان تشکیل شده بود. او جوانترین فرمانده یکی از لشکرهای سپاه شد. در همان سال 62 بود که با دختر همسایه‌شان زهرا مشیر که او هم اهل ترقبه بود ازدواج کرد. او که حالا از فرماندهان سپاه بود به همراه همسرش به تهران رفت تا آیت الله خمینی صیغه عقدشان را جاری کند. قالیباف تا پایان جنگ فرماندهی لشکر 5 نصر را بر عهده داشت و پس از آن بود که فرمانده لشکر 25 کربلایی سپاه شد. زمانی که پس از جنگ به سپاهیان معادل ارتشی‌ها درجه اعطا شد، فرماندهان لشکرها درجه سرتیپی گرفتند و باقر قالیباف که هنوز به 30 سالگی نرسیده بود، یکی از جوانترین سرتیپ‌های سپاه شد. او همچنین پس از جنگ در دوره جانشین نیروی مقاومت بسیج بود. سرتیپ قالیباف در سال 1373 و در زمانی که قرارگاه بازسازی خاتم الانبیا به عنوان یکی از بازوهای اقتصادی سپاه تأسیس شد به فرماندهی این قرارگاه منصوب شد. نخستین قراردادها میان سپاه پاسداران و دولت که سپاه را وارد فعالیت‌های اقتصادی کرد در این دوره بسته شد. 3 سال بعد او با حکم رهبری فرمانده نیروی هوایی سپاه شد.
در این دوره بود که او خلبانی هواپیمای مسافربری را نیز فرا گرفت و دوره‌ای هم برای خلبانی ایرباس در فرانسه گذراند و به خلبانی در هواپیمای ایران ایر پرداخت. در همان دوران فرماندهی او در نیروی هوایی سپاه بود که اعتراضات کوی دانشگاه تهران رخ داد. چند روز پس از ناآرامی‌های کوی دانشگاه، روزنامه کیهان نامه محرمانه جمعی از فرماندهان سپاه به محمد خاتمی رئیس جمهوری را منتشر کرد. فرماندهان امضا کننده نامه به خاتمی نوشته بودند که کاسه صبرشان لبریز شده و اگر دولت ناآرامی‌ها را کنترل نکند وارد عمل خواهند شد. نام قالیباف نیز در میان امضا کنندگان دیده می‌شد. نامه فرماندهان سپاه به خاتمی بازتاب گسترده‌ای داشت و بسیاری آن را تهدیدی علیه رئیس جمهور دانستند. قالیباف بعدها گفت که متن این نامه را او نوشته. محمد باقر قالیباف زمانی در سطح افکار عمومی مشهور شد که رهبری در سال 1379 او را به فرماندهی نیروی انتظامی منصوب کرد. نوسازی تجهیزات نیروی انتظامی و تجدید سازمان پلیس در تهران و شهرهای دیگر که از طریق جذب بودجه و امکانات فراوان از دولت خاتمی صورت گرفت، نام قالیباف را در محافل اجتماعی بر سر زبانها انداخت. حضور در نیروی انتظامی دوران اوج گرفتن محمد باقر قالیباف بود. ایجاد دفاتر ملاقات مردمی در نیروی انتظامی و راه اندازی پلیس 110 از جمله اقدامات او در نیروی انتظامی بود. از جمله اقدامات دیگر او میتوان تجهیز پلیس به خودروهای روز دنیا مانند مرسدس بنز و تویوتا را نام برد. اگرچه فرمانده بعدی پلیس نگهداری این خودروها را گران دانست و برای فروش آنان اقدام کرد. قالیباف همچنین مبدع طرح امنیت اخلاقی در نیروی انتظامی بود و در گامی فراتر از این طرح در دوره او جمعی از هنرمندان، نویسندگان و روشنفکران به اداره اماکن نیروی انتظامی احضار شدند. روی کردی که به فرماندهی نوگرایانه قالیباف چاشنی امنیتی هم اضافه می کرد. در پایان اولین پرده از زندگی سیاسی قالیباف، او فروردین 1384 سودای ریاست جمهوری به سرش افتاد و برای حضور در کارزار نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از فرماندهی نیروی انتظامی استعفا کرد. در آن دوره اصلاح طلبان که دولت را در اختیار داشتند بر سر یک کاندیدای واحد به اجماع نرسیدند و با 4 نامزد اصلاح طلب و 1 نامزد میانه رو وارد رقابت‌ها شدند. همین مسئله بهترین فرصت بود که اصولگرایان بتوانند پیروز انتخابات شوند. اما آنها نیز با چند نامزد وارد انتخابات شده بودند. محمد باقر قالیباف که گفته میشد نامزد پیشتاز اصولگرایان است، ناگهان در روزهای آخر جایگاهش با محمود احمدی نژاد شهردار وقت تهران عوض شد. بسیاری از تحلیلگران شیوه تبلیغات قالیباف را بزرگترین ضربه به روی گردان شدن گروهی از اصولگرایان از او در روزهای آخر دانستند. بخش اعظم تبلیغات او استفاده از جوانان با شکل و ظاهری بود که در تعاریف عمده اصولگرایان نمی گنجید. قالیباف خود نیز با ظاهری امروزی تر و متفاوت با آنچه از یک فرمانده سابق سپاه انتظار می رفت در فیلم ها و پوسترهای تبلیغاتی ظاهر می شد. عکس گرفتن با کت و شلوار سفید و لباس خلبانی و عینک آفتابی و نشستن در کابین خلبان هواپیمای ایرباس هدفی جز جذب آرای جوانان نداشت. اما همین شیوه نهایتاً به ضررش تمام شد و بسیاری از اصولگرایان نام نامزدی دیگر با چهره و ظاهری انقلابی تر را روی برگه های رأی خود نوشتند. نهایتاً قالیباف با حدود 4 میلیون رأی و 14% از آرا نفر 4م مرحله اول شد و از ادامه رقابت باز ماند. اصولگرایان حالا باید برای او که برای حضور در انتخابات از فرماندهی نیروی انتظامی استعفا کرده بود شغل جدیدی می‌یافتند.
در نتیجه او جای محمود احمدی نژاد را گرفت و از سوی شورای شهر تهران که در اختیار کامل اصولگرایان بود برای نخستین بار به شهرداری تهران رسید و 12 سال آن را در اختیار داشت. او هدف اصلی خود در شهرداری را تبدیل آن از نهادی خدماتی به اجتماعی و کوتاه کردن فاصله جنوب از شمال تهران دانست. قالیباف از سال 84 تا 88 مشغول شهرداری تهران بود و با آمدن میرحسین موسوی به عرصه دهمین دوره انتخابات بیرون گود نشست و نظاره‌گر رقابت‌ها بود. 4 سال بعد اما باز هم سودای ریاست جمهوری به سرش افتاد و بار دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1392 شد تا بخت خود را بیازماید. 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری یکی از پرنامزدترین دوره‌ها در جمهوری اسلامی بود. 5 نامزد اصولگرا در مقابل 2 نامزد اصلاح طلب و میانه رو وارد عرصه رقابت‌ها شده بودند. پیش از آغاز ثبت نام تعداد نامزدهای اصولگرا به اندازه‌ای بود که چندین ائتلاف شکل گرفت. یکی از مهمترین این ائتلاف‌ها موسوم به 2 به اضافه 1 را غلامعلی حداد عادل، علی اکبر ولایتی و محمد باقر قالیباف شکل دادند. به گفته ولایتی قرار بر این بود که در نهایت 1 نفر از بین این 3 انتخاب و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 92 شود و 2 نفر دیگر از او حمایت کنند. اما اختلافات باعث شد که هر 3 نفر ثبت نام کنند و در مناظره رو در روی هم قرار گیرند. حتی قالیباف در جریان مناظره به انتقاد از یار ائتلافیش علی اکبر ولایتی پرداخت و خطاب به او گفت: زمانی که شما با آقای میتران در پاریس قهوه می‌خوردید، ما در جبهه موشک‌های میراج آقای میتران را می‌خوردیم. انتقادات این 3 نفر از همدیگر در این مناظره به قدری بود که محسن رضایی نامزد حاضر دیگر در این مناظره از 3 نفر پرسید چگونه با این اختلافات اساسی ائتلاف تشکیل داده بودند. قالیباف تصورش این بود که به دنبال افتتاح پروژه‌های مکرر عمرانی در شهر تهران و حواشی انتخابات سال 88 و سرخوردگی بخشی از طبقه متوسط در قامت یک مدیر کت و شلواری در مقابل حسن روحانی و سعید جلیلی می‌تواند در جذب آرای خاکستری موفق باشد. به همین دلیل در مصاف با آنها سعی در اتخاذ مشی دوگانه داشت که نه به کام طیف خاکستری خوش آمد و نه مقبول جریان انقلابی قرار گرفت. به ویژه که رقبای درون جناحیش با افشای فایلی از او در روزهای پایانی انتخابات تناقض کارنامه سیاسی و ادعاهای انتخاباتی او را عیان کردند. فایل منتشر شده مربوط به سخنرانی قالیباف در جمع دانشجویان بسیجی با موضوع حوادث کوی دانشگاه در سال 78 بود. او در این فایل گفته بود: یعنی اونجا من اصلا شأن جلسه رعایت نکردم و گفتم امشب هر کی بیاد تو کوی بخواد این کارا رو انجام بده، من قالیباف اونها فرمانده ناجا محکم میستم دولش میکنم و جمعش میکنم. شورای امنیت کشور اینجوری حرفا یعنی چی؟ خلاصه اینا حرفشون چی بود؟ میگفتن اگر نیرو انتظامی میخواد وارد کوی دانشگاه بشه باید مجوز شورای امنیت کشور رو داشته باشن. در همان مناظره های انتخاباتی بود که حسن روحانی قالیباف را متهم کرد که در سالگرد 18 تیر در سال 82 برنامه داشت که با صدور مجوز برگزاری گردهمایی دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه گازنبری کار دانشجویان را تمام کند. ببینید آقای دکتر قالیباف، اینا خیلی من دلم نمیخواست بگم ولی شما من ناچار کردید. اونجا بحث این بود، شما میگفتید دانشجوها بیان تا ما گازنبری برنامه داریم تا تمام کنیم. ما میگفتیم راه این نیست، راه این نیست که ما مجوز بدیم بعد گازنبری بیایم اینا رو دستگیر بکنیم. راه اینه از ابتدا بیاییم به اونها بگیم یا مجوز نیست یا اگر مجوز است بیان کار خودشون انجام بدن، تظاهرات کنن، مبدأ معلوم باشه، انتها معلوم باشه. در نهایت حداد عادل پیش از رأی گیری انصراف داد و 4 نامزد دیگر اصولگرایان رأی هواداران این جناح را میان خود تقسیم کردند.
ما مجموع رأی همه اصولگرایان در آن دوره هم به 50% نرسید و حسن روحانی که پس از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی و به اعتبار او توانسته بود آرای منتقدان را به خود جلب کند، در همان مرحله اول بر رقبای اصولگرای خود پیروز و رئیس جمهور شد. کمی پس از اعلام نتیجه انتخابات، شورای شهر تهران که دوره تازه خود را آغاز کرده بود، در یک انتخابات شانه به شانه با یک رأی بیشتر محمد باقر قالیباف را در مقابل محسن هاشمی نامزد اصلاح طلبان برای سومین بار و به مدت 4 سال به عنوان شهردار تهران انتخاب کرد. قالیباف حالا رکورددار حضور در شهرداری تهران بود. عشق قالیباف به ریاست جمهوری آنقدر زیاد بود که شکست دوبارش او را دلسرد نکرد. او 4 سال بعد در سال 1396 در حالی که همچنان شهردار تهران بود، باز هم کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد و این بار با طرح شعار 4%ها، بساط ستیزی، پاک دستی و مردمی بودن را جایگزین شعارهای قبلیش کرد. او آمده بود تا این بار روحانی را با توجه به کارنامه 4 ساله شکست دهد. اما این بار حسن روحانی تنها نبود. اسحاق جهانگیری، معاون اول او که نامزد انتخابات بود، در مناظره ها تمام قد از سیاست-های دولت دفاع کرد و هر جا که فرصت برای روحانی نبود، او پاسخ قالیباف و باقی نامزدهای حاضر در مناظره ها را میداد. در همین مناظره ها بود که در پاسخ به اتهامات قالیباف علیه رویکرد اقتصادی دولت 11 حسن روحانی علیه او دست به افشاگری زد. روحانی در مناظره تلویزیونی کاندیداها خطاب به قالیباف به پرونده‌ای اشاره کرد که برای برملا نشدن آن اصطلاحاً مردانگی کرده بود. اگرچه روحانی اشاره‌ای به ماهیت پرونده نکرد، اما گفت من بعضی نکات رو واقعا اصلا مایل نیستم مطرح کنم، ولی خب مجبورم به مردم شریف ایران اعلام کنم. من اگر پرونده سال 84 آقای قالیباف که دست من بود و نذاشتم منتشر بشه و دعوا کردم با بعضی‌ها در دبیرخانه که موقع انتخابات این نباید هیچ که مطلع بشه، اگر من اون مردانگی رو نکرده بودم، شما الان اینجا ننشسته بودی. آقای قالیباف، شما که طرحت همیشه لوله کردن بود، شما که در دبیرخانه هر وقت می آمدی می گفتی بذارید من این دانشجوها را ظرف 2 ساعت لوله می کنم. شما اگر ما جلو شما نایستاده بودیم که همه دانشگاه‌های ما الان پر لوله بود. تنها دقایقی پس از سخنان روحانی، گمانه‌زنی‌ها در خصوص پرونده سال 84 قالیباف آغاز شد. فضای مجازی پر شد از برخی پرونده‌هایی که به نوعی به قالیباف ربط داشت. یکی از این پرونده‌ها کشته شدن 7 نفر در پایان مسابقه فوتبال بود. در فروردین 84 در استادیوم آزادی و بعد از اتمام بازی 2 تیم ایران و ژاپن، حادثه‌ای رخ داد که به مرگ 7 نفر و زخمی شدن بیش از 40 نفر منجر شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، بیش از 100,000 نفر به تماشای بازی حساس ایران و ژاپن در مقدماتی جام جهانی آلمان رفته بودند. اما فراخوان برای این بازی حساس و مهم در ورزشگاه آزادی بدون فراهم آوردن امکانات حداقلی بود و یکی از مشکلات محدود کردن راه‌های ورود و خروج از طبقات مختلف به ویژه طبقه دوم بود. بنابر گزارش‌ها، پس از پایان بازی و پیروزی ایران بر ژاپن و صعود به جام جهانی، جمعیت شادمان در زمان خروج با درهای بسته تعدادی از خروجی‌ها روبرو شدند. مدیر وقت استادیوم آزادی به خبرگزاری‌ها گفته بود که در روزهای بازی کنترل تمام مبادی ورودی و خروجی بر عهده نیروی انتظامی بود. عبدالله رمضانزاده، سخنگوی وقت دولت، 2 هفته پس از وقوع این فاجعه علت بسته شدن درها را حضور یک هلیکوپتر نیروی انتظامی عنوان کرد که برای کوتاه‌تر شدن راه مسافرش روبروی در اصلی ورزشگاه بر زمین نشسته بود. رمضانزاده گفته بود گزارش‌های سازمان تربیت بدنی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات نشان می‌دهد که وجود یک هلیکوپتر نیروی انتظامی در مقابل در اصلی ورزشگاه علت وقوع حادثه بوده.
او گفت که دستگاه قضایی باید مشخص کند که چه کسی مسئول استقرار این هلیکوپتر در مقابل در اصلی ورزشگاه بوده و چرا به رغم مصوبات قبلی چنین کاری صورت گرفته. هیچ از آن سخنگوی قوه قضاییه هم قفل بودن در اصلی ورزشگاه به دلیل فرود هلیکوپتر پلیس در مقابل آن را علت اصلی این حادثه دانسته بود. هلیکوپتر حامل محمد باقر قالیباف فرمانده وقت نیروی انتظامی در حالی در محوطه استادیوم آزادی فرود آمده بود که مأموران پلیس برای نگهبانی از آن حصار داربست 64 متری نصب کرده بودند. قالیباف برای رقابت‌های انتخاباتی آن سال که چند هفته بعد برگزار می‌شد خود را آماده می‌کرد و احتمالاً حضور او در ورزشگاه برنامه تبلیغاتی برای انتخابات بود. اما افشاگری حسن روحانی در مناظره‌های انتخاباتی قالیباف را از تک و تا نینداخت و او در ادامه برنامه‌های تبلیغاتیش با پیوستن به کمپین فرزندت کجاست اتهاماتی را علیه جمعی از وزرای روحانی مطرح کرد. او سپس فهرست اموال خود و اسحاق قالیباف تنها فرزند تحت تکفلش را رسانه‌ای کرد. فهرستی که در همان زمان هم دستمایه شوخی و انتقاد مخالفان او قرار گرفت، اما 6 سال بعد با افشای حساب بانکی اسحاق قالیباف همگان را شوکه کرد. در نهایت در انتخابات 96 محمد باقر قالیباف که با شعار دولت مردم امید زیادی داشت بار دیگر بختش را در رقابت با حسن روحانی بیازماید، 4 روز مانده به روز رأی گیری تحت فشار اصولگرایان به نفع ابراهیم رئیسی نامزد اصلی اصولگرایان کناره‌گیری کرد. همچون سال 92 حسن روحانی باز به پیروزی رسید. در انتخابات شوراها نیز که همزمان با ریاست جمهوری برگزار میشد، اصلاح طلبان به پیروزی رسیدند. قالیباف حالا نه تنها به ریاست جمهوری نرسیده بود که شهرداری را نیز پس از 12 سال باید به محمد علی نجفی شهردار جدید تحویل میداد. قالیباف اما باز هم دل سرد نشد و 2 سال بعد، یعنی در سال 98 در اوج سرخوردگی مردم نامزد انتخابات مجلس 11 شد. انتخاباتی با مشارکت 26% در تهران. قالیباف در انتخابات سرد مجلس رأی اول تهران را به دست آورد و به ریاست مجلس رسید. ریاستی که باز هم آتش او را برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری 1400 فرو ننشاند. به ویژه این که در سال 99 بعد از ترور قاسم سلیمانی، قالیباف لباسی شبیه به او را بر تن کرد و با انتشار عکس‌ها و خاطراتش با سلیمانی در صدد بازنمایی اقدامات انقلابی ایام رزمندگیش برآمد. روندی که منتقدانش آن را تحرکاتی انتخاباتی قلمداد می‌کردند. قالیباف حالا باز دوباره آماده می‌شد تا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. از سال 84 تا به الان او فقط در سال 88 که رقابت اصلی میان احمدی نژاد و میرحسین موسوی بود در همه انتخابات‌های ریاست جمهوری نامزد شده بود و این 4مین تلاش او برای دستیابی به صندلی بود که از 44 سالگی در انتظار نشستن بر آن بود. اما تکلیف انتخابات ریاست جمهوری از قبل مشخص شده بود و این بار قرار بود ابراهیم رئیسی که برخی گمان می‌کردند گزینه جانشینی رهبری است به ریاست جمهوری برسد. حتی نامزدهای اصولگرایی چون علی لاریجانی نیز رد صلاحیت شدند تا خطر چندانی رئیسی را در انتخابات تهدید نکند. قالیباف که دوره قبل نیز 4 روز مانده به رأیگیری به توصیه شیوخ اصولگرا به نفع رئیسی کنار رفته بود، این بار نیز به نفع او از حضور در انتخابات کناره‌گیری کرد. او حالا تلاش داشت همان ریاست مجلسش را حفظ کند. ریاستی که چندان سفت و سخت نبود و در معرض تهدید قرار گرفته بود. تهدیدهایی که نه از سوی مخالفان و اصلاح طلبان که حالا اغلب از سوی اصولگرایان و نیروهای انقلابی بود. منتقدان اصولگرایش می‌گفتند ظاهر حزب اللهی و انقلابی قالیباف با پشت پرده‌اش همخوانی ندارد.
غالیباف تلاش داشت به عنوان مدیر جهادی شناخته شود، اما این تلاش ها در بهار 1401 با افشای سبک زندگی متفاوت او و فرزندانش به شکست انجامید. در فروردین 1401 تصاویری از چند عضو خانواده غالیباف هنگام ورود به فرودگاه تهران با پروازی از استانبول همراه با حجم زیادی از بار منتشر شد. وحید اشتری از اصولگرایان موسوم به جنبش عدالتخواه دانشجویی با انتشار اسنادی فاش کرد که زهرا مشیر همسر غالیباف، مریم دخترش و همچنین داماد غالیباف 30 فروردین با پروازی از استانبول با حجم زیادی از بار شامل سیسمونی و کالسکه نوه غالیباف که از استانبول خریداری شده وارد تهران شدند. افشای خرید سیسمونی دختر غالیباف از ترکیه که به رسوایی سیسمونی گیت مشهور شد با انتقاد شدید فعالان سیاسی و حتی اصولگرایان مواجه شد. منتقدان غالیباف را به ریا و دورویی و تشرع دروغین متهم کردند. ویدیوی کوتاهی از سخنان محمد باقر غالیباف در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 دوباره دست به دست می‌شد که او در مورد دختر فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر آموزش پرورش دولت حسن روحانی گفته بود: وزیر آموزش پرورش ما میره لباس بچه از کشور ایتالیا میاره. شما فکر کردین مردم اقتصاد ما درست میشه؟ بعد درد اینجاست که ما میگیم دختر وزیر، به نقل از آقای جهانگیری میگم، بیکار مظلومه، بره این کار انجام بده. بقیه مردم بیچاره چیکار کنن؟ تکلیف اونا چیه؟ اونا میتونن این کار انجام بدن؟ اطرافیان غالیباف اما حالا میگفتند که او از سفر همسر و دختر و دامادش به ترکیه خبر نداشته و نباید خطای فرزند را به حساب پدر نوشت. 1 سال بعد و در آستانه انتخابات مجلس نیز افشاگری‌ها درباره غالیباف و فرزندانش ادامه یافت. 2 هفته مانده به انتخابات اسنادی منتشر شد که نشان میداد اسحاق غالیباف پرونده‌ای در دادگاه فدرال کانادا دارد و در 5 سال گذشته تلاش پرهزینه‌ای کرده تا ویزای مهاجرتی کانادا را دریافت کند. اسحاق فرزند کوچک غالیباف همان پسری است که 6 سال قبل غالیباف در جریان رقابت‌های انتخاباتی در فهرست اموال خود ادعا کرده بود که اسحاق به عنوان تنها فرزند تحت تکفلش تنها یک خودروی پاترول مدل 71، یک دستگاه موتورسیکلت و مجموعاً 1 میلیون تومان سپرده بانکی دارد. حالا مشخص شده بود که اسحاق غالیباف اسنادی به دولت کانادا ارائه داده که نشان می‌دهد او در همان سالها در بانک پاسارگاد $295,000 و در بانک‌های ملی استرالیا و نیوزیلند بیش از $15,000 پس‌انداز دارد و می‌تواند هر زمانی که بخواهد آنها را برداشت کند. انتشار این اسناد ضربه مهلکی به جایگاه غالیباف نه در سطوح قدرت بلکه در میان بدنه اصولگرایان بود. او که در دوره قبل رأی اول تهران را آورده بود، این بار تنها با 447,000 رأی در ردیف 4م قرار گرفت، اما با این حال توانست رئیس مجلس شود. محمد باقر غالیباف از سال 1384 بارها تلاش کرده تا رئیس جمهور ایران شود. او رکورددار نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران است. نامزدی او در انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری 1403 4مین تلاش او برای نشستن بر صندلی است که هیچ رئیس دولتی در ایران تاکنون با سلام و صلوات از آن بدرقه نشده است. از 20 سال قبل که او می‌خواست رضاخان حزب اللهی ها شود تا الان او مسیر طولانی و پر افت و خیزی را طی کرده، اما هیچگاه نتوانسته به آرزوی خود برسد. آیا این بار او خواهد توانست؟ نظر شما درباره محمد باقر غالیباف چیست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برایمان بنویسید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله را هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.